همیشه برام سوال بوده که تیراندازی تو دنیای واقعی آیا کار ساده یا نه؟ امروز قراره تو این ویدیو متوجه بشی. ببین من واقعا حس میکنم که تیراندازی کار ساده ایه. یعنی همیشه تو تلویزیون دیدم اینطوریه که مثلا مسابقات تیراندازی جدی واقعا میگم اسم کار ساده ایه. و میدونی باحاله به نظرم ولی ساده است. من بچه‌ها اصلا با مطالعه وارد میشم دیگه میدونیم. خب یه سریال دیدم The Day of the Jackal ولی امروز The Day of the Almast. دیگه حرف اضافه نزنیم بریم تو دل داستان ببینیم چه خبره. بچه‌ها قبل از که بریم سراغ ادامه ویدیو مثل همیشه یه شات قهوه قبل جنگ باید به هر حال قدرت داشته باشیم. ولی کلا اینو بزنیم و بریم یا علی من. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. بچه اومدیم ببین هیجان دارم کلی. بذار اول بهتون نکات رو یاد بدم که داشت حمید خوب توضیح میده. سیبیلو داریم اینجا، ببین اینو میذاری اینجا خیلی ایزی. میخوام همین سوراخ همین وسط رو من میزنم کارو در بیارم. نکته بعدی این خود تفنگه. البته خیلی واضحه که این تفنگه یه چیز دیگه ای هم نباید باشه. تیر رو ما از اینجا برمیداریم. تیر از اینجا. ببینید بچه‌ها این سر خالیش رو باید به سمت بیرون باشه و سر پرش به سمت تو. تونست. اوکی شد. حالا اینو الان میچرخونیم و تمام. الان وقت شاهکاره. 2-0 داشتنی. البته واسه قبلش یه چیزی یادم شاسی رو اینجا میدی این میره اون تن اینطوری برمیگرده اینطوری میره. خب حالا وقت اینه که شاهکار رو داشته باشه. اول رخو داری؟ نمی‌دونم کجا باید بگیم. خب ببین از این راویه چشون اینطوری میکنیم میندازی اینجا. وای رخش خداست. ببینیم که چی کاری کردیم. اگه فکر میکنید توی قسمت مشکی زدم همین الان تو کامنت ها بنویس داشتم این عاشق کریستیانو رونالدو هم. چیزه خوبه دیگه خورده فقط تیرش ضعیف بود یه ذره رفت این بند. نه فرست رایت خوبه به نظرم. به نظرم منطقی خوبه. این یکی رو ولی میزنم. خدایی خوب زدم. تو قرآن بنده مومنه. آقا چیزه ببین من الان قلقش دستم اومد. من موقعی که بگیرم وسط میاد این ور. پس من میگیرم اینجا که بیاد این وسط. اما میگم اصلا تا سه نشه بازی نشه. حالا من کارو تموم میکنم. خودت آروم کن. نه جدی میگم. یعنی افت داره برام اگه تو بهتر از من بزنی. مطمئنم بهتر میزنم. ببین همون تکنیک رو زدم. یعنی این سری اگه نتونم میدم به آلما تو اوج خدافظی میکنم. رو قرآن. بچه‌ها من هر تکنیکی استفاده میکنم میزنم اینجا. میخواین اینو یه ذره بیاریم این مرتبه؟ بخش استعداده خیلی زور نزن. خود خسته نکن. بیا پشت دوربین تو مال جلوی دوربین نیستی. باش. این ستا مال من. ببینیم ستای تو چیه. سلام عزیزان. خوش اومدین به نمایش اصلی. مسخره بازی رو کنار بذاریم و ببینیم واقعا اسلحه دست کیه. برو درسته. به به. داره بیل بلند میکنه. چی کار داری میکنی؟ مگه جنگ آرپیجیه؟ مگه جنگلی خانی؟ مگه چه اینجوری داری بلند؟ چی کار داری؟ بابا یه ببین بذار یاد بدم دست درسته دیگه. نه آخه این چجوری؟ بابا اینا اینجوری بچه‌ها کسی که داره به من میگه اینا اینجوری گرفتن. آنها چه بیل داری بلند میکنی؟ بگیریم و بگو توصیل تو دست چپ تو بدار جلوتا. ببر اینو بذار اینجا.
Women. نه آرپیجیه مگه؟ اینو بزن اینجا. آها بابا چجوری بگی بالا؟ آنما جان عزیزم ولی امروز دی آلماس. نه اونطوری نزنی ماشرا از این لا ببین بلش کن هرجور دوست داری بزن. چه طریقه صحیح تیراندازی. وای وای تیرانداز هستن. اصلا چجوریه؟ آقا از این سوراخ اینجا یه چشتو کوچیک کن ببین. خب اصلا که سعی کن نشونگر بزنی وسط. بعد نشونم من کجا ببینم؟ بابا همین سوراخ ببین دیگه. آها بزن. کجا زدی؟ بزنیم بگی دستت ببینیم کجا زدی. بگیر اونور تو. بچه آلما اصلا تو کادر نزد، یعنی این همون ستای منه. آلما جان ببین وقتی اینو میگیری دستت این میاد اینجا، میبینی اینجا اینو اینطوری میگیری دستت هم مثلا رو ماشه اینطوری هدف میگیری، اینو ببین اینجاست تو اینطوری. آها خب آفرین بیل بلند کرد. اینازم باریکلا. آلما همه رو میزنی تو در دیوار که این صدا رو میده. تفنگو بذار ببینیم کجا زدی. یعنی بچه‌ها انقدر داغون میزنه نها کن فقط تو رو قرآن چی کار داری میکنی اینجا؟ هنوز همون ستاست هنوز. بذار یکیش هم افتاده اینجا. حالا نگاه کن من چجوری میزنم. بذار داداش بزنه کاره ببین. بیا بگیر. آقا من اصلا مسیر رو اشتباه رفتم برای همین نمیزنم. نمیدونم وایسا من باید مخفی میشدم پشت نقاب. کلاه آلمان بچه کلا تو بازی‌های استراتژیک شما باید بتونید اسکین داشته باشین. این اسکینی که من دارم باش ضربه رو میزنم. کلاه قرمزی در جنگ. مثل اینکه واقعا اسکین جوابه. حالا بیا تو هم بذار سر رو ببینیم چی میشه. ببین فقط یه ذره کاش. ببین هدف اونجا بزنش. تو پول گرفتی واسه همین کار. تو میتونی به خودت باور داشته باش. تو باید موفق بشی. تراپیستم 5 صبح. بریم آقا بریم ببینیم اسکین واقعا جواب هست یا نه. باریکلا. ببین نمیدونم کدومو تو زدی. بچه کدومو آلما تو کامنت ها زد بگین. گفتم اون بالا سمت چپ یادتونه. وای خب تو که دستت اومده بود به منم یاد میدادی. خدایی تفریح جالبی بود. من خودم فکر نمی‌کردم انقدر واقعا سخت باشه. یعنی برخلاف چیزی که تصور می‌کردم که اوه اینطوری یه تپ میزنی میره. دقیقاً. ولی نمیره. خیلی پیچیده‌تره. خیلی پیچیده‌تره. بچه‌ها ما قبلا یه ویدیو هم گرفته بودیم ارزون ترین تفریحای تو ایران مال که همین الان میاد بالا بزن روش ببینش. مثل همیشه لایک ویدیو یادتون نره و چی دیگه؟ خداحافظ. آها ایوه. یعنی یه سابینا نمیخوای بگی؟ یعنی هر ویدیو ما باید با هم دیگه بحث کنیم آخرش بابا گفتی چرا تو با یعنی ببین دیگه خسته شدم. 13مین ویدیوییه که داریم میگیریم و اندینگاش هر سری دعوا قراره.